در این ویدیو میخوایم به فرزندپروری مثبت در خانواده اشاره بکنیم. قطعاً و یقیناً رشد یک فرزند سالم باید در یک خانواده سالم باشه. خانواده‌ای که به لحاظ روابط عاطفی و روانی سالم هستن میتونن یک فرزند سالمی رو هم تربیت بکنن و پرورش بدن. در واقع برای ایجاد یک فرزندپروری مثبت باید ما یک محیط امن و شادابی رو برای فرزندانمون فراهم بکنیم. اگر خانواده همیشه دچار نزاع، تشتت و اختلافات هست، در این خانواده فرزند سالم نمیتونه رشد بکنه. بنابراین باید محیط خانواده یک محیط امن و شادابی باشه. یک محیطی رو ایجاد بکنیم که محیط یادگیری مثبت باشه. اگر فرزند شما به نزد شما میاد و از شما سوالی داره، ازش استقبال بکنید، بهش کمک بکنید که مهارت‌های جدید رو یاد بگیره. در یادگیری مهارت‌ها اون رو همراه بشید. بعضی وقتها حضور فیزیکی هست ولی حضور در واقع اون کامل که روابط بین افراد رو ایجاد میکنه وجود نداره و این در واقع کمک میکنه اگر حضور هم روانی داشته باشیم با فرزندانمون و هم جسمی. این کمک میکنه به این که فرزندان ما بتونن هر موقع که نیاز داشتن که صحبت بکنن با والدینشون، ما اونجا آماده باشیم برای پاسخگویی به سوالاتشون. بعضی وقتا هست که والدین خب سر کار میرن و مشغله دارن، کسی منکر این نیست، ولی اگر 1 ساعت شما در منزل هستید و اگر 1 ساعت فقط در کنار فرزندتون هستید، این باید یک حضور با کیفیتی باشه. فقط این نباشه که ما بتونیم در واقع نیازهای غذایی فرزند رو تامین بکنیم و بعد در نهایت اون رو راهی اتاقش بکنیم و ازش بخوایم که بخوابه. این رابطه بسیار باید محکم باشه. هیچ کس منکر این نیست که بچه ها رو در واقع باید بهشون انضباط رو یاد بدیم. اینکه ما همیشه 2 دیدگاه داریم در تربیت فرزند. یا یک عده بسیار فرزندان رو آزاد و رها بدون هیچ گونه قوانین و انضباطی رها میکنن و یک سری افراد دیگه هستن که قوانین انضباطی درستی رو برای فرزندانشون فراهم میکنن و از همون کودکی به اینها یاد میدن که باید در چارچوب خاصی رفتار بکنن. این قوانین نباید سختگیرانه باشه، نباید خارج از حد توان اونها باشه و نباید ادامه دار باشه. یعنی اگر فرزند شما یک کاری رو انجام میده که نیاز به یک انضباط در زندگی داره، تشویقش به موقع باشه و تنبیه به موقع باشه. تنبیه منظور تنبیه بدنی نیست، منظور انضباطه. انضباطی که کمک میکنه به اینکه فرزند شما رشد شخصیتی، فکری و مهارت‌های یادگیریش رو کامل میکنه. این همینطور که عرض کردم باید در حد توانش باشه، ادامه دار نباشه و خارج از حد توانش نباشه و در واقع حالت تنبیهی نداشته باشه. نکته دیگه این که خب فرزند سالم پدر مادر سالم هم میخواد به خودتون هم توجه بکنه، به سلامت جسمی و روانی خودتون رو هم در نظر بگیرید. این نباشه که فقط تمام اوقات و فکر و ذکر و ذهن و تایم خودتون رو فقط در اختیار بچه ها بذارید. برای خودتون هم وقت بذارید و از مهارت‌های خودتون استفاده بکنید و وقتی رو برای کسب مهارت‌های جدید برای خودتون قائل بشید.